در این نظم نوین جهانی که اینها شکل دادن، خب تلاش میکنن با گسترش گناه‌های کبیره و از همه بدتر و قبیح‌تر لواط خانواده رو نابود کنن، یعنی با هرزگی، و کلیدش هم که تو کشور ما استارت خورد زن زندگی آزادی، که پشت این جریان کاملا جریان یهود حضور داره. منشور حقوق جنسی مبتنی بر آموزه‌های فروید تنظیم شده. آزادی‌های جنسی برای اینکه جامعه فساد بشه. جامعه فساد بشه، عرض کردیم میشه لشکر شیطان، لشکر شیطان میشه در مقابل ولی خدا. آمدن ببینید رفتارهای سوء جنسیشون رو سازمان یافته انجام دادن. ببینید تو بحث تربیت جنسی گفتیم آموزه‌های فروید امروز در دنیا حاکمه. اینا